ازتون میپرسم چون باز شما میخوام روایت کنید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی چقدر تلاش کردن به اینکه این رو بخوان ترمیم کنن یا اصلاح بکنن یا رابطه با آمریکا رو بتونن. خیلی، یعنی حتی بابای این اواخر با آقای خمینی گفته بودن شما تا خودتون زنده هستین دو تا موضوع رو حل بکنید، یکی رابطه با آمریکا، اون یکیش که حل شد فکر کنم قضیه مثلا اون یادم نیست نخست وزیری بود، اختلاف مجلس با شورای نگهبان بود، یه چیزی بود که این رو اگر حل نکنین هیچ کسی که بعدا نمیتونه حل بکنه، ولی باز این کار انجام نشد. بابا خیلی دنبال میکرد که این اتفاق بیفته. یکی از موضوعاتی که باز ما راجبش تا قبل از فوت آقای خمینی بهش نگاه میکنیم، حتی من تو صحبت‌های بابا اخیراً دیدم یه جا گفته که حتی اگر لازم باشه ما باید با اسرائیل، منافع ما ایجاب میکنه ما باید با اسرائیل هم رابطه داشته باشیم، جایی که منافعمون ایجاب میکنه ما نباید به خودمون ضربه بزنیم به خاطر یه سری چیزای اینجوری، اونم تو دنیای امروزی. یا ما باید جهانی شدگی رو اصلا نپذیریم و در کشور رو ببندیم، مثل کره شمالی بشیم، خودمون رو منزوی کنیم